خب اومدم با آموزش این پاپیون کاربردی خوشگل که هم میشه برای گیره ازش استفاده کرد و هم روی کیف و هم روی لباس. دیگه بستگی به سلیقه خودت داره. بریم بافتشو با هم دیگه شروع کنیم. برای این کار من دارم از قلاب شماره 2.5 استفاده میکنم. بچه از هر کانوایی میتونید استفاده کنید، ولی ترجیحاً کانوهای نازک رو دولا کنید و باشون واف انجام بدید. به این صورت شروع میکنیم به زنجیره زدن. 53 تا زنجیره میزنیم. این هم اولین زنجیره ماست که زیاد نخ نمیکشم که تنگ نشه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. و همین صورت زنجیره رو میزنم. خب بچه ها من 53 زنجیره رو زدم. یه دونم اضافه میزنیم برای برگشت کارمون. خب حالا زنجیره این روی زنجیره رو برمیگردونیم پشت زنجیره سمت ما باشه. ما میخوایم توی این حلقه سوم زنجیره که سمت پشت کار هست باف رو انجام بدیم. ببینید زیر این حلقه قلاب رو وارد میکنیم، نخ میاریم بیرون. ببینید گندمی سمت اینور کار میمونه، یه دونه بس میزنیم. حالا نخ میندازیم روی قلاب، میریم زیر حلقه بعدی که سمت پشت زنجیره هاست، نخ میاریم بیرون. هر سه حلقه رو با هم یکی میکنیم، میشه پای متوسط. بعد از پای متوسط باز دوباره توی حلقه ای که سمت پشت زنجیره هاست قلاب رو وارد میکنم، نخ میارم بیرون. دو تا حلقه رو با هم یکی میکنم و پای بلند میبافم. باید 5 تا پای بلند به همین صورت ببافیم توی حلقه‌ای که سمت پشت زنجیره است. دومین پای بلند، ببینید این قسمت کار. سومین پای بلند، چهارمین پای بلند و پنجمین پای بلند. حالا این قرینه اینور رو باید اینور اجرا کنیم، پس باید یه دونه پای متوسط ببافم. هر سه حلقه رو با هم یکی. 2 تا بست میزنیم، یه بست اینجا، یه بستم توی حلقه پشتی بعدی. خب این از این قسمت. حالا میخوایم بریم قسمت بعد رو اجرا کنیم. اول کار باید یه دونه بست بزنیم، یه دونه پای متوسط توی حلقه پشتی بعد ببافیم. خب توی حلقه پشت ببینید، تو حلقه که قسمت پشت زنجیره هاست قلاب رو وارد میکنیم و یه دونه پای متوسط میبافیم. خب حالا بعدی باید پای بلند ببافیم. 2 تای اول، 2 تای دوم، اینجا 11 تا پای بلند میبافیم. پس به همین صورت توی حلقه‌ای که سمت پشت زنجیره هاست باید 11 تا پای بلند ببافیم. من 2 تا رو بافتم. سومی، چهارمی. بچه من 11 پای بلند رو ببافم. خب بچه ببینید من 11 پای بلند رو بافتم. حالا دوباره این ابتدای کاری که برای این قسمت بافتیم یه دونه پای متوسط میبافم. 2 تا بست، این یه بست، اینم یه بست دیگه. یک بار دیگه این قسمت رو باید تکرار کنیم. اول یه دونه بست میزنیم، روی بعد یه دونه پای متوسط میبافیم و بعد 11 تا پای بلند. دو، ببینید توی حلقه یا گره‌ای که پشت زنجیره است. 3. بچه من پای 11 پای بلند رو ببافم. خب بچه ها 11 پای بلند رو بافتم. روی بعدی باید پای متوسط ببافیم. 2 تا بست،
این یه دونه بست، ببینید این یه دونه بست. روی بعدی هم بست بعدی رو میزنیم. حالا باز دوباره عین این قسمت اول رو برای انتهای کار باید اجرا کنیم. اول یه دونه بست میزنیم، بعدی یه دونه پای متوسط، و 5 تا پای بلند. بچه من پای بلند رو ببافم. خب بچه ببینید من 5 پای بلند رو بافتم. روی بعدی یه دونه پای متوسط میبافم و بعدی که زنجیره آخر ماست، ببینید توی این قسمت قلاب رو وارد میکنم و یه دونه بست میزنم. این شد یک طرف کار ما. حالا برای طرف بعد باید بیام سمت این قسمت کار همین مراحل باف رو اجرا کنیم. ببینید اینجا یه دونه زنجیره میزنیم، توی همین قسمت که تازه بست بافتیم یه بست دیگه میزنیم. الان این طرف یه دونه پای متوسط بافتیم، طرف مقابلش هم باید یه دونه پای متوسط ببافیم. ولی این بار ببینید این گندمی که اینجا جا گذاشتیم میریم توی حلقه پشتیشون میبافیم. ببینید حلقه جلویی، حلقه پشتی. توی حلقه پشتی هر پایه ما باف رو ادامه میدیم. ببینید به این صورت. این نخ رو میندازیم روی قلاب که لای باف مخفی بشه. اول نخ میندازم روی قلاب، توی حلقه پشتی وارد میشم، اضافه نخ میندازم روی قلاب، بدون پای متوسط میبافم. و باید بعدی 5 تا پایه بلند ببافیم. همگی هم توی حلقه پشتی. ببینید حلقه جلویی، حلقه پشتی. توی حلقه پشتی قلاب وارد میشه، نخ رو میندازم روی قلاب و اولین پایه بلند این قسمت رو میبافم. 4 تای دیگه باید به همین صورت ببافم. 1، همگی هم توی حلقه پشتی. 2، 3، حلقه پشتی بعدی، 4، خب پنجمی رو هم میبافم. بعدی دونه پای متوسط میبافیم. همگی هم توی حلقه پشتی. حالا باید 3 تا بست بزنیم. اینجا هم همگی توی حلقه پشتی. دیگه نخ رو لای باف نمیذاریم. 1، 2، 3. حالا باز دوباره شروع میکنیم. یه دونه پای متوسط اول میبافیم. قسمت وسطمون یه دونه پای متوسط بود و 11 تا پای بلند. همه هم توی حلقه پشتی میبافیم. پس دقیقا شبیه اون قسمت رو این قسمت هم باید اجرا کنیم، فقط اینجا توی حلقه پشتی انجام میشه. بچه ها من 9 تا پای بلند رو بافتم، 2 تا دیگه هم باید ببافم توی حلقه پشتی. 10 و بعدی 11. بعد از این پای بلنده بچه ها ما باید یه دونه پای متوسط رو هم ببافیم و بعد دوباره 3 تا بست داریم. بازم توی حلقه پشتی میبافیم. 1، 2، 3. حالا باز دوباره این قسمت یه دونه پای متوسط، 9 تا پای بلند، 11 تا پای بلند. 1، 2، 3. بچه من پای بلند رو بهش ببافم. خب بچه ها من 11 پای بلند این قسمت رو هم بافتم. حالا یه دونه پای متوسط و 3 تا بست باید بزنیم.
3. حالا باز دوباره یه دونه پایه متوسط، قسمت ابتدا و انتهای کارمون یه دونه پایه متوسط بود و 5 تا پایه بلند و یه دونه پایه متوسط. خب ما یه دونه پایه متوسط رو بافتیم، یه دونه پایه بلند هم بافتیم، 4 تا پایه بلند دیگه باید ببافیم. دومین پایه بلند، سومین پایه بلند، 2 تا پایه بلند دیگه هم میبافم، 4 5 یه دونه پایه متوسط میبافم و پایه آخرم که اینجا میشه توی حلقه پشتیش یه دونه بس میزنم. میتونید زنجیره بزنید کار رو تمام کنید یا به همین صورت نخ رو قطع کنید و از توی حلقه بکشید بیرون. خب حالا ببینید بچه ها، الان کار ما به این شکل شده. 2 تا قسمت ابتدا داریم، 2 تا قسمت وسط و 2 تا قسمت انتها داریم. حالا اولین کاری که انجام میدیم این نخ‌ها رو مخفی میکنیم. من نحوه شکلی این پاپیون رو بهتون بگم بچه ها. ببینید این قسمت های بستار روی همدیگه قرار میگیرن. ببینید این قسمت میاد روی این قسمت بستار، این قسمت کارم که تا میخوره میاد روی این وسط بست وسط قرار میگیره و به این صورت پاپیون ما شکل میگیره. حالا ما این نخ‌ها رو باید مخفی کنیم. این در واقع این سمت میشه روی کارمون. بچه نخ اضافی ابتدای کار رو که لای باف فرو بودیم اضافهش رو میچینیم و این نخ اضافی رو هم میبریم این قسمت کار و لای باف مخفی میکنیم. ببینید هر رشته از نخ رو میگیریم به این صورت و لای باف میبریم. به این صورت ببینید هر رشته از این پایه بلند رو میگیریم و نخ رو لای باف مخفی میکنیم. این مقدار که لای باف مخفی کردیم دیگه اضافهش رو میچینیم. خب حالا برای اتصال این قسمت ها به هم دیگه ببینید این قسمت پشت کاره، این قسمت بس میاد روی این قسمت قرار میگیره. پس ببینید کار ما به این شکله. این قسمت بس میاد روی این قسمت قرار میگیره. حالا این قسمت هم تا میزنیم میاد روی این قسمت قرار میگیره به این شکل بچه. حالا نخ رو وارد سوزن میکنیم و این اتصال رو انجام میدیم. حدود 30 تا 40 سانت نخ رو برش میدیم بچه ها. ببینید به این صورت سوزن رو زیر گندمی این قسمت وارد میکنم و زیر گندمی طرف مقابل بیرون میارم و از گندمی سمت بالا، گندمی پشتی و گندمی این بر هم بیرون میارم. میتونید این کار یک بار دیگه هم تکرار کنید یا اینکه با همین پیچشی که دور قسمت وسط انجام میدیم کافیه دیگه. این قسمت میشه سمت روی پاپیون ما. خب به این صورت نخ رو وسط کار چند بار میپیچونیم. این قسمت روی کار بچه ها بینید سعی میکنیم نخ ها رو مرتب قسمت وسط بپیچونیم که ظاهر کارمون هم خوشگل بشه. بعد از اینکه چند بار پیچوندیم این دوتا رو با هم دیگه گره میدیم. دو سه بار گره میدیم و اضافهش رو میچینیم. حالا اضافه نخ رو میچینیم.
و پاپیون ما به این صورت آماده میشه. این یه پاپیون، اینم یه پاپیون دیگهش. بچه‌ها یه روش دیگه برای مونتاژ پاپیون به این صورته که از سمت واروی باف پاپیون رو روی قسمت بسا تا بزنید. فقط تفاوتش همینه.